جلالی سلام، خوب هستین؟ تشریف آوردین باشگاه استقلال. انگار مشکل سربازی اینا حل شده داره؟ خب خدا رو شاکرم، بالاخره خدا رو شکر مشکل من کاملا حل شده و بدون هیچ شایبه‌ای هستش. درسته. چجور شد این مشکل حل شد؟ شما الان کفالت گرفتین بابت میگم دیگه کار من به صورت کاملا قانونی و بدون هیچ شایبه‌ای حل شده و یه جا داره اینجا که تشکر کنم از مدیر عامل محترم باشگاه بزرگ استقلال دکتر سمی و هیئت مدیره و تمام مسئولین باشگاه، ازشون تشکر میکنم و آقای و سماربی محترم آقای نکونام که واقعا تو این چند وقت سنگ تمام گذاشتن که خب خدا رو شکر مشکل من حل شد. بلا تکلیف بودی تو این چند روز گذشته، یه خبری اومد رفتی سر تمرین بهت گفتم برو مشکلتو حل کن و بیا، در این رابطه هم صحبت می‌کنی؟ ببینید چیز خاصی هم نبوده، اگرم بوده که تصمیم سرمربی محترم تیم بوده، خب بعد میرفتم کارامو خودت جداگانه ولی تمرین می‌کردی؟ آره خودم که جداگانه تمرین می‌کردم، ولی خب میگم جا داره از همینجا جا داره که تشکر کنم از هواداران باشگاه بزرگ استقلال که تو این چند مدت میگم بازم مثل همیشه از من حمایت کردن، جانانه بهم پیام میدادن و دلگرمی میدادن. منم بازم میگم ابوالفضل جلالی مدیون این هوادارا همیشه بوده و هست و بهشون از همینجا قول میدم از امروز با تیم استارت میزنم و مثل سال گذشته حتی پرقدرت‌تر برمیگردم و کارم انجام میدم. الان رامین رضاییان هم اومده استقلال و خب هوادارهای استقلال الان خیلی خوشحالن که چپ و راست خوبی دارن تو تیمشون. نظرتون در این زمینه میگی؟ خب من اینجا جا داره که یه خوشامدگویی بگم به آقای رامین رضاییان. خب بالاخره خب بازیکن ملی پوشه، بازیکن بزرگیه، خب عملکردش هم تو سپاهانش هم خیلی خوب بوده و من از اینجا از این بابت خیلی خوشحالم که امیدوارم بتونیم که ما عملکرد خوبی داشته باشیم. و اینجا به شما بگم یه جا داره تشکر کنم از باشگاه بزرگ ملوان و هوادارانش که پیام‌های دلگرمی بهم میدن. امیدوارم که تو طول فصل موفق باشن. درسته. بعد حالا از این برم باشگاه استقلال یه ارک چپ جذب کرد، میلاد زکی‌پور، یه جورایی همزبون و همشهری هستین، رفیق هستین، در این رابطه صحبت میگم. خب من قبل از اینام گفتم مخلصم عدادشم. قبل از اینم گفتم که باشگاه میتونه که با هر کسی که مد نظر خودشونه مذاکره کنه، قرارداد ببنده. منم گفتم که استقبال میکنم و خیلی خوشحالم که آقا میلادم بچه همشهری مونه. بعد از این بابت خوشحالم، بهش خوش آمدگویی میگم و اینکه تلاش میکنه. همه اینا باعث میشه که من چه تلاش کنم چه میلاد تلاش کنه، همه اینا باعث میشه که باشگاه بزرگ استقلال موفق بشه. تیم ملی هم صحبت کن. فکر کنید دعوت چی فکر کنید بتونید تیم ملی کارو جلو ببرید؟ ببینید خب من فصل گذشته یکی از خب بالا بهترین پاسورهای لیگ بودی. بله خب همینجوری که آره من میگم بعد یه مدتی که تیم ملی نبودم خدا رو شکر تونستم با عملکرد خوبم دوباره دعوت بشم و تشکر ویژه میکنم از آقای قلعه‌نویی که دوباره منو دعوت کردن و اینکه میگم تیم ملی هم شاهدش هم خیلی خوبه. این اردوی چند وقت اخیرم که بودم خدا رو شکر دو تا بازی قبلی تیم ملی هم بازی کردم. تشکر میکنم از سرمربی تیم ملی که داره به جوونا بها میده و این یه نکته خیلی مثبتیه و اینکه میگم جوانای با انگیزه تو تیم ملی هستن، دارن تلاش میکنن و کادر فنی محتوی تیم ملی تمام بازیکنان لیگ برتر دارن رصد میکنن، چه لژیونر باشه چه لیگ برتر باشه. این یه نکته خیلی خوبیه و جوانام استقبال میکنن و ما هم تمام تلاشو میکنیم برای تیم ملی. آخرین حرفه و آخرین حرف من میتونیم باشه که بازم میگم جلالی الان اینجاست. ممنونم.